برات سوال پیش اومده چرا توی زبان اسپانیایی میز مؤنث کلمه میز و کتاب مذکره؟ اصلا چرا اسامی باید جنسیت داشته باشن؟ اصلا چرا باید حفظشون کنیم؟ چرا باید بلد باشیم؟ چه اهمیتی داره؟ توی ویدیو قرار درباره جنسیت اسامی توی زبان اسپانیایی صحبت کنیم. جنسیت اسامی خیلی اهمیت داره، چرا که روی حروف تعریف و صفت‌ها تاثیر میذاره. حروف تعریف ال، لا. ال برای مذکر یا ماسکولینو، لا برای مؤنث یا فمینینو استفاده میشه. برای مثال لا مesa، لا mesa، el libro. تمام کلمات باید جنسیت داشته باشن و ما بدونیم کدوم حرف تعریف و اینکه چه صفتی رو باهاش به کار ببریم، تطابق بدیم صفت رو از نظر جنسیت و از نظر تعداد. تا اینجا فهمیدیم که یه مذکر است و یه مؤنث، ماسکولین و فمینین. حالا چجوری تشخیص بدیم؟ یه سری راه وجود داره. اول میریم سراغ تشخیص کلمات ماسکولینو یا مذکر خودمون. علامتش معمولاً آخر کلمه ظاهر میشه. اگر ما آرتیکولو یا حرف تعریف رو نبینیم باید به اون آخر نگاه کنیم. برای مثال او ار مثل trabajador، el color، اونی که به آخه ختم میشه مثل el viaje، el aprendizaje، یا به امر ختم میشه el calambre. همینطور کلماتی که به آن، این و اون ختم میشن اینها هم معمولا مذکرن مثل el capitán، el jardín، el corazón. نکته مهم اینه که اینجوری نیست که همیشه این انتهای کلمات کمک کنن، اما معمولاً و در 90% مواقع با استفاده از این انتهای کلمات هست که ما متوجه میشیم اون کلمه ماسکولینو یا فمینینو هستش. حالا بریم سراغ کلمات مؤنث یا فمینینو. فمینینوها معمولاً بهتر تشخیص داده میشن و ما اول فمینینو رو تشخیص میدیم و بعد ماسکولینو رو ازش جدا میکنیم. کلماتی که به اد ختم میشن، اده، مثل لا پارد، دیوار، لا پارد. کلماتی که به ایث ختم میشن، ایثتا، اکتریث، لا اکتریث. کلماتی که به سیون ختم میشن، لا دسیسیون، لا تلویزیون، لا کنورساسیون. کلماتی که به داد، تاد یا تود ختم میشن، لا اونیورسیداد، لا لیبرتاد، لا خوونتود. اگر انتهاش ای بود این هم معمولا مؤنثه مثل لا سریه، لا سریه، سریال، متوالیه، چیزی که توالی داشته باشه. همینطور اگه به اومبره ختم بشه مثل لا کوستومبره، لا کوستومبره. همه این انتهای کلمات رو بذاریم کنار، حرف آ نشانه کلی فمینینو در زبان اسپانیایی مثل لا کاسا، لا گاتا، لا پرا. ما اینجوری با این آی آخرش میتونیم تشخیص بدیم که این کلمه فمینینو یا ماسکولینو. برای ماسکولینو حرف او هست مثل لیبرو. بریم سراغ چند تا استثناء. ما گفتیم آ و او اگر بیاد معمولا او ماسکولینو، آ فمینینو، اما همیشه اینجوری نیست. برای مثال el día، el mapa، el planeta اینا همه به آ ختم شدن اما ماسکولینو هستن. از اون طرف هم یه سری کلمات مثل la mano، la foto، la radio اینها هم آخرشون به او ختم شده اما استثناءن و فمینینو یا مؤنثن و با لا میان، یعنی حرف تعریف لا. کلماتی که به ام آ ختم میشن مثل el problema، programa، ایدیوما اینها هم ال میگیرن، ریشه یونانی دارن، اینها ماسکولینو حساب میشن.
problema, programa, sistema، idioma. این هم یه قسمتی از استثناءاتیه که میتونیم در نظر بگیریم توی قسمت ماسکولینو. در مورد انسان، اون کلماتی که به ذات مذکر و ماسکولینو هستن مثل hermano، abuelo، hombre، chico، niño، اینها معمولا حرف آخرشون هم او هست. اینا ذاتاً مذکر یا ماسکولینو هستن و حتی اگر علامتی هم نداشته باشن ما اینا رو ماسکولینو در نظر میگیریم و با ال میاریمشون. از اون طرف کلماتی که به ذات مؤنث هستن مثل زن، خواهر، مادر، mujer، hermana، madre، اینا هم همشون با لا میان چون اون کلمه ذاتاً مؤنثه و هیچ شکی در این موضوع نیست. بعضی از اسامی هستن که آخرشون نه مذکره نه مؤنثه، یعنی برای هر دو میشه استفاده کرد. اگه حرف تعریف رو عوض کنیم یعنی ال رو بکنیم لا، اون کلمه هم جنسیت خودش رو عوض میکنه. مثل estudiante، el estudiante masculino، la estudiante femenino، el futbolista masculino، la futbolista femenino. یعنی ال و لا اینا رو مذکر و مؤنثش رو عوض میکنن. ایستا، آنته، اینها رو دقت کنید میتونید با حروف تعریف آرتیکولو این جنسیتشون رو تغییر بدید. حالا یه سری کلمات هستن اینها کلاً ثابتن و آنته و ایستا هم نیستن. یه کلمه‌ای مثل کاپیتال، اینا اگه ال و لا رو عوض کنین مذکر مؤنثش عوض نمیشه بلکه معنیش عوض میشه. ال کاپیتال میشه سرمایه، لا کاپیتال میشه پایتخت، شهر مرکزی کشور، لا کاپیتال. ال کورا میشه کشیش، لا کورا میشه درمان. ال کورا کشیش، لا کورا درمان. ال فرنته میشه جبهه، جلوی جبهه. لا فرنته میشه پیشانی، جلوی صورت، لا فرنته. پس یه ال و لا میتونه معنی رو هم عوض کنه. به خاطر همینه که ما باید این موضوع رو خیلی جدی بگیریم، هم جنسیت و هم حروف تعریف رو. یه سری کلمات هستن که اینها ذاتاً مؤنثن مثل آگوا، آگیلا، اما برای اینکه راحت‌تر تلفظ بشن توی حالت مفرد و سینگولر از ال استفاده میکنن. ال آگوا، ال آگیلا، اما همچنان اینها مؤنث هستند. فقط برای تلفظ بهتر و این صدای بهترشون از ال استفاده میکنیم اما جنسیت تغییر نمیکنه. توی جمع و همینطور صفتی که واسش استفاده میکنیم همچنان مؤنثه. مثل آب سرد، el agua، دیگه نمیگیم فریو، میگیم el agua fría چون صفتش تطابق داره. فقط این اله که اونجا برای صدای بهتر اضافه شده. اگه تا اینجای ویدیو اومدی یعنی به یادگیری اسپانیایی علاقه‌مندی و دوست داری خوب مسائل و مباحث رو یاد بگیری، توی کانالمون عضو شو تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندی. هم آموزش‌های کوتاه داریم، هم آموزش‌های بلند، هم پادکست. تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار. Hasta luego.